السلام علیکم برادران و خوران عزیز. امروز من به شما سوره فجر سپیده صبح رو ترجمه میکنم و با دقت گوش کنید. لایک و پادکست رو فراموش نکنید. به شما توصیه میکنم در کانال عبور شوید تا که از ویدیوهای نوی ما بیخبر نمونه. انشاءالله پشیمون نخواهید شد. سوره فجر. به نام خدای بخشنده مهربان. سوگند به سپیده صبح و سوگند به شب‌های دهگان، و نه سوگند به جفت تاق، سوگند به شب چون روی برفتن نهد. آیا خیرتمندان این سوگند کافی است؟ آیا ندیده که پروردگار تو با قوم عاد چیکار کرد و ارمند که ستونها داشت و همانند آن در هیچ شهری آفریده نشده بود، و قوم ثمود که در آن وادی سنگها می‌بریدند، و قوم فرعون آن درنده میخا و آنها در بلاد طغیان کردند و در آنها فساد در افزود، و پروردگار تو تازیانه آزاد و سرشان فرود آورد، زیرا پروردگارت و قمینگاه است. برادران، این بود سوره ما فجر را ترجمه کردیم. باقی در پناه خدا باشید تا ویدیو آینده. السلام علیکم.